تکرارا خاطرنشان می‌سازم که در نظام بانکی کشور کارمندان از حساب زنان و بانوان باید بیشتر به کار قبول کرده شود. امروز از 16500 نفر کارمندان نظام بانکی همگی 33.5% زنان و بانوان تشکیل می‌دهند. چیکار میکند؟ هر یک بزبالش است در فیلال بانک‌های امانتبانک میره در شهر نویاش است. چیکار میکنند؟ 700-800 سامانه قطعی باور میکنید طلبات همون خانه میشود؟ نه. شیشتر مبلغی که وای میشود به همون فیرم‌های با هر راه و واسطه وای میکنند. سر کرده از بانک ملی، وزارت مالیه، گمرک، انداز. حالا که اکثریت این جاها برای کار برای بانوها است. ما متخصصین وای داریم. آنها به هر راه با رحم و با شفقت هستند. با این اندازه وقتی یک بزباله میبخشید وزنش 150 کیلو، 100 کیلو، 120 کیلو، هر یک بزباله جوان شده است. من هیچ باوری ندارم 700 سامانی یا هفته اینه خوراکش در ما آشخانه نمیشه. با آشخانه نمیره، رستوران میره. من سپارش دادم از حساب بانوها زنها در ساختارهای قدرتی و نظامی، مدیران انبار، سر آشپزها در قسم‌های حربی کلان، بیشتر جایی که هست از حساب بانوان، از حساب زنها. 50-60% و سطح کروسیا در این ساختارها پس شد. زن مادر است، مشفق است، فرزند دارد. خب دیرش با فرزندی خود وقتی سربازا میبیند به یاد میارد فرزندی خودش. حق حلالی سربازان هم حتی غارتگری میکند.